به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، اینک ما در لحظه های آخری ماه شریف رمضان هستیم و با استفاده از این فرصت یک شما رو به فرارسی عید سعید فیطر تبریک میگم و از خداوند منان تمنا دارم که عبادت های شبانه روزی ما و شما را به درگاهش قبول کرده باشد و اینچنین اعمال خیر و خیر و صدقاتی که در این ماه کرده شد و از تمام گناه ها، نقصان ها و اشتباهاتی که ما عمدن یا سهوا در این ماه صادر کرده ایم یا در زندگی قبل از رمضان، خداوند با لطف و کرم خویش این اشتباهات و کمبودی های ما را بخشیده باشد. پیامبر اکرم صلوات الله علیه در یک حدیث شریف می‌فرمایند: من صام رمضان ایمانا و احتسابا لغفر منه من ذنبه ما تقدم. هر کسی که رمضان را با ایمان و احتساب، یعنی آگاهانه و با مقصد سپری کرد و روزه داشت، از گناههای او هر آنچه که قبل از رمضان بود، قبل از روزه داشتن بود، بخشیده می شود. این حدیث شریف نشان می‌دهد که ماه شریف رمضان چگونه یک فرصت طلایی هست که انسان‌ها بتوانند با استفاده از این ماه و از این امکاناتی که به هر یکی ما و شما داده شد، هم نامه اعمال خود را از گناه‌ها و عیب‌ها، نقصان‌ها پاک کرده باشند و هم آنچه قدری که امکان دارد در این ماه پرفیض از کارهای نیک، از ثواب‌ها در نامه اعمال خود ثبت کرده باشند. من امیدوارم که در این ماه شریف هموطنان عزیز ما خوب استفاده کردن از این ماه و این چنین باوری دارم که پروردگار این همه نیایش، دعا و عبادت‌های هموطنان عزیز را در این ماه شریف به درگاهش قبول کرده باشد. همدیاران گرامی، وقتی که ما در این ماه امید داریم که پروردگار عبادت‌های ما را پذیرفته باشد و گناه‌ها، عیب‌های ما را بخشیده باشد، طبیعی است که باید یک زمینه را خودمان هم برای آن آماده کرده باشیم. البته در قطار عبادت‌ها و کارهای نیک، یکی از زمینه‌ها، یکی از راه‌های آسان‌تر و بهتر برای آماده کردن این پذیرش پروردگار و آمرزش پروردگار این است که باید قلب‌های انسان‌ها، فکرهای انسان‌ها و ضمیر انسان‌ها پاک هم از گناه باشد و هم از کینه و نفرت نسبت به دیگر انسان‌ها، نسبت به دیگر شخص‌ها. و امکان ندارد که یک انسان قبل از آن که دیگران را ببخشد، عیب‌های دیگران را بپوشاند، از اشتباهات و نقصان‌های دیگران گذشته باشد و با این همه کینه و نفرت، با این همه عیب و شک و گمان در قلب، او امید داشته باشد که پروردگار گناه‌های او را ببخشد و عیب و نقصان‌های او را بیامرزد. بنابراین همین خیلی فرصت طلایی است. الان که ما هم در آخری رمضان هستیم و چند ساعت دیگر بیشتر در اختیار نداریم، باید آماده کنیم خود را برای آنکه پروردگار گناه‌های ما را بخشیده باشد و عیب و نقصان‌های ما را آمرزیده باشد. و بهترین راه هم این است که ما از گناه یکدیگر بگذریم، اشتباهات و عیب‌های یکدیگر را بخشیده باشیم و طبیعی است که انسان‌ها در مناسبت، در رفتار، در رابطه با یکدیگر گاه عمدن، گاه سهوا، گاه از ناگاهی، گاه از سوء تفاهم‌ها یکدیگر رو میرنجانند، دست به کارهای میزنند که طرف دیگر ناراحت میشود و این یک فرصت بسیار طلایی هست برای بخشیدن یکدیگر، برای پاک کردن ضمیر و وجود خودمان و یک مرحله بعد از رمضان. وقتی که بنده به این صحبت آماده می شدم و در خود نیت داشتم که از برادران و خواهران عزیز این تقاضا را کنم و این خواهش را کنم، این تمنا را داشته باشم که از بنده عاجز هم که شاید در این همه فعالیت ها، در این همه رفتارها و رابطه ها شاید باعث ناراحتی کسی، رنجشی کسی شده باشم و طلب کنم، خواهش کنم که در این ماه شریف رمضان، در این
آخری عبادت ها از کمبودی ها و اشتباهات های ما هم که اگر عمدن یا سهوا شده باشد بگذرند و با بزرگواریشان ببخشند تا اینکه یک دستاورد نزد پروردگار داشته باشیم. اما به خود سوال دادم که آیا حق دارم قبل از آن که از دیگران این خواهش را کنم خودم این آمادگی را نداشته باشم و این کار را نسبت دیگران انجام نداده باشم. حالا که این فرصت هست و این شرایط پیش آمده است، از همه برادران، خواهران، از همه کسانی که با ما در ارتباط بودن یا خدای نکرده عمدن یا سهوا از دست ما رنجش نسبتی آنها شده باشد، در این ماه شریف با بزرگیشان ببخشند و بدانم که ما هم تمام این کارها، عملهایی که چی ما آگاه باشیم چی نه نسبت ما صادر شده است، از خداوند تمنا داریم، دعا میکنیم که همه برادران و خواهران و همه هموطنان را هم بخشیده باشد. و البته باور داریم که کسی عمدن و قصدن علیه ما کاری نکرده است و اگر شده باشد هم سهوا هست، از روی سوء تفاهم است. ولی به هر صورت بالاخره ما انسان هستیم و انسان خود به ذات از روی ذات و فطرت مایل به اشتباه هست و هیچ کسی از اشتباه و کمبودی رها نیست. و بنابراین من مطمئنم، باور دارم که همه برادران این فرصت رو استفاده خواهند کرد و در این ماه بخشش و پذیرش یکدیگر رو بخشیده باشند. بخصوص ما مهاجرین که در هجرت هستیم، مشکلات و مانع‌های زیادی در زندگی، در فعالیت هست، از همه بیشتر به این همدیگر بخشی، همدیگر فهمی و ارتباط نزدیکتر داریم و هیچ فرصت بهتر و مناسبتر از ماه شریف رمضان، از عید سعید فطر نیست که ما این فرصت رو استفاده کنیم، نه تنها یکدیگر رو تبریک کرده باشیم بلکه به طور آشکار و صمیمانه از یکدیگر برای کمبودی ها، برای عیب ها عذرخواهی کنیم و قلب ها را، درها را برای گفتگو، برای همکاری، برای همدیگر فهمی باز کنیم. این ماه ماهی نبود و این روزها، روزهای عید سعید فطر، روزهای نیست که در رو برای یکدیگر بندیم. در گفتگو، در مکالمه، در همدیگر فهمی، در برادری و اخوت باید همیشه برای یکدیگر باز باشد. و حالا هم که این صحبت ها را کرده ایستادیم، ما بار دیگر اعلان میکنیم که هموطنان عزیزمان بخصوص در اونایی که در هجرت هستند باید از این فرصت ها استفاده کنند و از این به بعد با استفاده از این ماه شریف رمضان که همه را بخشیدیم و همه را یکدیگر را از گناه یکدیگر گذاشتیم، در مرحله های بعدی آمادگی قلبی برای یک روند گفتگوهای صمیمی، برادرانه و ملی داشته باشیم و این روند از همین ماه مبارک از عید سعید فطر آغاز شود. ما هر روز داریم فرصت ها را از دست میدهیم، هر روز داریم این امکانیت هایی که در اختیار داریم از دست میدهیم و دنبال شک و گمان ها نسبت یکدیگر، دنبال سوء تفاهم ها هستیم و از این فرصت ها، از این امکانیت ها کمتر استفاده میکنیم. من دعوت میکنم از همه هموطنان که این فرصتی که الان در اختیار داریم و ماه بخشش، ماه آموزش را خوب استفاده کنیم و مرحله بعدی یکی از مرحله های خوب و معنای مرحله گفتگو، همکاری بین همه مهاجرین باشد. چون من مطمئنم که گفتگو و مکالمه بین مهاجرین خودش آغاز یک مکالمه ملی در سطح کشور، در سطح ملت خواهد بود. بدون آنکه مهاجرین بتوانند یکدیگر فهمی داشته باشند، در پهلو یکدیگر باشند و از پراکندن حرف و گفته های توهین‌آمیز، تحقیرآمیز، دروغ نسبت یکدیگر اگر دست نبردارند، بعید است که ملت به یکدیگر فهمی، به صلح و وحدت واقعی برسد. همدیران عزیز، در این ماه شریف یک حادثه بسیار ناخوش در کشور رخ داد که همگان آگاه هستید و ما قبلا هم در صحبت‌های خود نسبت این حادثه نقطه نظری خود را گفته بودیم. این هم باشد حادثه کشتار دست جمعی که در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه رخ داد
و در نتیجه آن بیشتر از 30 نفر هموطنان ما به شهادت رسیدند که در بین آنها شخصیت‌های معروف مثل مخدوم عبدالستار، ایشانی سید قیام الدین غازی و شیخ تیمور بودند که پروردگار جای ایشان را جنت کند و شهادتشان را در این ماه شریف بپذیرد و با بازماندگان همه این شهدا نابسته از آن که چگونه کشته شدند، کی بودند، صبر جمیع را از خداوند تمنا داریم و امید داریم که این آخرین حادثه نسبت زندانیان ما و عموما نسبت هموطنان ما در کشور باشد. این حادثه مدهش نشان داد که جامعه ما چگونه در نفرت، در اختلاف و در دشمن تراشی فرو رفته است. طبیعی است که بعد این سالهای طولانی دشمن تراشی، اختلاف اندازی و نفرت پراکنی نتیجهش همان می شود که ما در زندانهای تاجیکستان داشتیم و متاسفانه در جامعه ما گاه گاه این گونه حادثه ها سر می زند. وقتی آن رسیده است که ملت به جای نفرت، به جای دشمن تراشی، به جای اختلاف بیاید سری میز گفتگو بشیند، سری همدیگر فهمی بشیند، همه هموطنان ما، همه شهروندان نابسته از آن که منسوب به کدام گروه هستند، به کدام جهان بینی هستند، به کدام مذهب هستند، بالاخره همه شهروند یک وطن هستند، یک کشور هستند و وقتی آن رسیده است که ما همه هموطنان را، همه شهروندان کشور را با یک نگاه، با یک برخورد یگانه مناسبت کنیم که همه حق دارند در این کشور زندگی کنند، همه حق دارند آزادانه از گروه، از حزب، از دین پیروی کند و هیچ کس حق ندارد شهروند دیگر را تنها به خاطر آنکه پیروی این یا آن حزب است، این یا آن گروه است، پیروی کدام دین هست یا مذهب هست یا اصلا پیروی از یگان دین و مذهب، از یگان حزب نمی کند، متهم کرده باشد و او را با عبارهای گوناگونی مثل خائن، مثل وطن فروش و مثل دشمن نامگذاری کند. و ملت تاجیک که به این هم شهید زیاد داد، تلفات زیاد داد و ده ها مشکلی دیگر دارد، نباید از این طرف، از این باب ضربه بخورد. این ملت تا به کی شهید بدهد، این ملت تا به کی مهاجر داشته باشد، این ملت تا به کی مردکار در دیگران باشد و این ملت تا به کی عقب مانده باشد. آیا وقتی آن نرسیده است که ما بالاخره این وضعیت را درک کنیم و به خود این سوال را بدهیم که تا کی و به جای دشمن تراشی، به جای اختلاف اندازی، به جای نفرت پراکنی بشینیم سری میز گفتگو، میز مکالمه و به این سوال جواب بدهیم که چرا ملت تاجیک گرفتار این همه مشکل ها گشته است، چرا در افریقا، در امریکا، در اروپا، حتی در آسیا ملت ها دارن رشد میکنن، ملت ها دارن پای زندگی بهتر هستند و تنها در چند کشور مثل تاجیکستان که متاسفانه تاجیکستان ما هم یکی از آنهاست، ملت ها همیشه باید زیر ظلم باشند، زیر دیکتاتوری باشند، زیر استبداد باشند، در حالت دشمنی بین احزاب و گروه های و بین دین ها و بین مذهب ها باشند. وقتی آن رسیده است که ما سر این موضوع های اساسی فکر کنیم و با استفاده از این فرصت هایی که در اختیار داریم این روندها را آغاز کنیم و بار دیگر من خاطر رسان میکنم که ماه شریف رمضان که واقعا هم یک فرصت طلایی بود و این روزهای عید که یک فرصت علاوگی و شاید فرصت های آخر باشد، از آن خوب استفاده شود و سر مشکلات اساسی، سر مسائل های اساسی ملت به یک توافق برسیم و گفتگو و مکالمه داشته باشیم. و بار دیگر هموطنان عزیز یک و یک شما را تبریک میگویم و از خداوند تمنا دارم که هر چه زودتر این مشکلات را از بالای ملت ما برداشته باشد، هر چه زودتر هموطنان زندانی ما را با آزادی برساند و هر چه زودتر همه مهاجرین وطن را به نزد اقربا و خاندان خود برگردانده باشد. خداوند مددگار و نگهبان یک و یک ما و شما باشد.